همچنان که هوا خوبه ولی سرده، دارم یخ میزنم. خوش اومدید به ویدیوی خودتون. اومدین با مبحث Ausbildung Kosmetik. یک قسمت از آرایشگریه که تو آلمان جدا شده. دارم بیون بغلت کنم. قبل از هر چیزی یه لایک خوشگل به هم بده. اگه کانالم رو سابسکرایب نداری سابسکرایب کن تا بریم ادامه ویدیو رو ببینیم. سلام بچه ها، احوالتون چطوره؟ امیدوارم که حال دلتون خوب باشه. امروز اومدم با یه ویدیوی خیلی خفن. آفتاب زیاد داره میزنه از این ور به صورتم، بعد خیلی هوا خوبه ولی همچنان خیلی سرده. الان 3 درجه است. اولین موضوع باید ببینیم مثلا کسماتیک چی هست. توی آلمان آرایشگری اومدن به 2 قسمت تقسیم کردن، یکی فریزوقین، یکی شده کسماتیک. مثل ایران نیستش که هر کسی یه تخصصی بگیره و تخصصی کار جلو ببره. اگر میخواین که اطلاعاتتون راجع به جفتش کامل باشه، اول این ویدیو رو نگاه کن، بعدش برو این ویدیوی بالا که راجع به Ausbildung فریزوقین هستش رو ادامه بده. Ausbildung کسماتیک همچین معنی تحت لغوی نداره تو فارسی، ولی میتونیم بهش زیبایی، پوست و مو اینا بگیم. یعنی یک کلمه نیست که من بخوام یک کلمه معنیش کنم. کاملا از اون یکی Ausbildung متفاوته. توی این دوره شما تکنیک های مختلف مراقبت از پوست، فیشیال، اشپا، ماساژ صورت، اصلاح ابرو، هر چیزی که راجع به صورت، اپلاسیون، لیزر هستش و چیزهای دیگه مثل مانیکور و پدیکور و میکاپ و خیلی چیزهای دیگه که زیرشاخه‌های بیشتری داره میپردازیم. ولی باید این نکته رو در نظر داشته باشین که کارهایی که توی سالن‌های آرایشگری انجام میدن شما اجازه انجام دادن ندارید، از جمله کوتاهی مو، رنگ کردن مو، شیمی مواد یا کارهای دیگه. Ausbildung کسماتیک توی آلمان از بین 1 الی 2 سال تا 3 ساله. نسبت به محل کارآموزیتون متفاوت میتونه باشه، چون بعضیا به صورت شخصی هستن، بعضیا به صورت دولتی. اگر از قبل مدارک داشته باشین که اثبات کنین شما این کارها رو قبلا انجام دادین و اینا رو یاد گرفتین و سرتیفیکات هایی داشته باشید که مرتبط با این رشته هست و ارائه بدین، میتونید با صحبت کردن با کارفرما متقاعدش کنید که مدت دوره رو براتون کوتاه کنه. اما اینا همه بعد از وقتی که شما کارفرما بهتون تاییدیه داده و اومدین آلمان. مدارک مورد نیاز برای این رشته دیپلم، سطح زبان B2 و علاقه شدید به لاین پوست و زیبایی هسته. توی این دوره شما موظف هستین که 1 الی 2 روز به مدرسه و همون برفشوله برین و همچنین 3 الی 4 روز کاری به سالن زیبایی برین و توی بتقیبتون مشغول به کار بشین. سوال پیش میاد که محتوای آموزشی تئوری برای این دوره چه چیزهایی هست؟ آناتومی و فیزیولوژی کامل پوست رو یاد میگیرین، شناخت انواع پوست، مشکلات پوستی، بیماری های پوستی که وجود داره از جمله آلرژی ها، اگزماها، شیمی مواد آرایشی و زیبایی رو یاد میگیرید. قطعاً بهداشت و ایمنی کار رو یاد میگیرید. یه سری قوانینایی هستش که توی آلمان اجرا میشه، اونا رو بهتون یاد میدن. یه سری چارچوبا هستش که برای این رشته هستش، اونا رو یاد میگیرید توی مدرسه. یاد میدن چجوری مشاور زیبایی بشین و با مشتری چجوری ارتباط برقرار بکنید. یه سری قوانینای دیگه که اینجا خودشون سیستم هایی که دارن برای ارتباط با مشتری رو بهتون یاد میدن و 0% تئوری که راجع به فیشیال پوست تا میکاپ کردن باشه رو شما یاد میگیرید. توی قسمت عملی یا همون بتقیبتون دقیقاً اونجایی میشه که بیشتر سر و کار دارید و این دوره صرفاً برای کسایی طراحی نشده که کار رو بلد هستن، برای کسایی طراحی شده که کار رو بلد نیستن. در واقع اونایی که کار رو بلد هستن دوره براشون کوتاه‌تر میشه با مشورت کارفرما. توی قسمت عملی شما میکاپ رو یاد میگیرید، تمام تکنیک ها و میکاپ های روزانه، میکاپ شب، میکاپ روز. البته اینو بگم همه چیز در چارچوب اروپا و آلمان هستش، یعنی چیز خیلی زیادی انتظار نداشته باشین ازشون.
خب این یه تیکه است، چون که تخصصی شد من از رو گوشی میگم چون دوست ندارم چیزی رو از قلم بندازم. مراقبت از پوست، فیشیال، تمیز کردن عمیق پوست، لایه برداری، ماسک گذاری، آرایش، میکاپ روزانه، کار با دستگاه‌های میکرودرم ابریژن، من تلفظش هم نمیدونم، لیزر موهای زائد، RF، الکتروستیمولیشن، اینا نمیدونم چیه ولی واقعا موفق باشید اونایی که میخواین برین یاد بگیرید. من که سر در نیاوردم، از روش نمیتونم بخونم، از روش. مانیکور و پدیکور، مراقبت از دست و پا، لاک ژل، طراحی ناخن، اپیلاسیون، انواع روش‌های از بین بردن موهای زائد با وکس، شکر و لیزر. شکر دیگه چیه؟ مراقبت از مژه و ابرو، لمینت مژه، کاشت مژه، رنگ‌آمیزی ابرو، لمینت ابرو. خلاصه کارتون در اومده، خیلی چیزا باید یاد بگیرید. موفق باشید. من همین الان لفت میدادم. حقوق برای ausbildung کسمتیک توی ایالت‌های مختلف متفاوته. سال اول 500 تا 750 یورو در سال، سال دوم 650 تا 900 یورو، سال سوم 750 تا 1000 یورو و قیمت ها میتونه تغییر کنه. یعنی اگر شما توانایی های بیشتری از خودتون نشون بدین و شما تجربه شغلی قبلی داشته باشین توی این زمینه، قطعا با صحبت کردن با کارفرما میتونید متقاعدش کنین که حقوق بیشتری بگیرین. در پایان اتمام هر سال تحصیلیتون توی این دوره یک امتحانی برگزار میشه که بهش امتحان سویشن پروفوند میگن و توی این امتحان یک امتحان تئوری و یک امتحان عملی از شما گرفته میشه که نمرش توی نمره امتحان آخرتون لحاظ میشه. بعد از قبولی در امتحان و پایان دوره که شامل قسمت عملی و تئوری میشه، وقتی که قبول شدین از اداره ایهاکا و اداره هندرسکاما یک تاییدیه و یک سرتیفیکاتی دریافت میکنین. با این مدرک شما توانایی کار در سالن‌های زیبایی، سالن‌هایی که کار پوست و فیشیال پوست رو به صورت تخصصی انجام میدن، مرکزهایی که برای لیزر پوست هستش، مرکز درمانی زیبایی و اسپا میتونین کار کنین، نمایندگی و فروش توی برندهای آرایشی، مثلا میتونین برین توی سفورا یا توی دوگلاس مشغول به کار بشین. پس از اتمام دوره ausbildungتون وقتی کارمند یک سالن زیبایی میشید، حقوقتون میتونه از 1800 تا 2500 تا متغیر باشه. اگر چه کلینیک‌های پوست یا اسپا کار کنید، حقوقتون یکم بیشتره، از 2000 تا 3000 تا میتونه متغیر باشه. اگه بخوام از بدیاش بگم اینه که خیلی حقوق پایینی داره و متاسفانه نیازمند تمکن مالیه قطعا. من امروز این لباس گلگلی هم پوشیدم، بعد انگار همش احساس میکنم که کتم صدا میده، مثلا یهو میگه گل بیارید غنچه چی میگه آهنگه؟ بلس وایسا بس جدی باشید. خدای من اصلا من نمیتونم جدی باشم. بچه یه لایک خوشگل بهم بدید، سوالاتتون رو حتما برام کامنت بذارید، من به تمام سوالاتتون راحت جواب میدم. نیازی نیستش که تا اینستاگرام برید اونجا سوال بپرسید، من جوابتون رو میدم، چون خیلی ها همتون میرید اینستاگرام سوال میپرسید، دیگه صدام در اومده، گفتن همینجا بپرسید که بقیه بچه‌ها هم سوالات رو ببینن، از منم حمایت بشه. با یه تیپ دوتا نشون میزنیم و چیز دیگه از جا ننداختم. امیدوارم که راهتون هموار باشه. مرسی که تا اینجای ویدیو با ما همراه بودین. دیگه یخ زدم، الان به بغلتون احتیاج دارم، لایک خوشگل بزنین، دارم که بغلتون کنم. تا ویدیوی بعدی خدافظ.